نه تفنگ لوله دارازه داریم نه گوز زرد. ما اینجاییم با کالاف ممد معروف به بروکن ایرانی. بیا بریم ببینیم امروز چی کار کرد تو دوئل. وار یه پمنت شد گفت ببین چی آوردم. یه گلوله انداخت دیوار ترک خورد گفت من فینیشر نمیخورم، من فقط فیشینر میزنم. بعد کونش رو چسبون به دیوار. همه گفتن ممد چی کار میکنی؟ گفت من عادی نیستم، این تاکتیک جدیده. یه اسنایپ زد وسط دماغ یار طرف متینیزی فقط گفت آقا این چیه دیگه؟ کنی نخور کنی نخور. یه لحظه سر خورد گفت سرسه خوردن دیدی. یه تیر زد یه داد زد این گلوله نبود این یه گلوله بود لعنتی. ممد بروکن ایرانی کانسکس تو شیپ منت فینیشر قرآنی نگوز زرد نه تیر عادی فقط خنده تیر و بخت بدی. ممد بچه های دوئل کون به دیوار گفت نزن فیشینر ده عجل میرخصه توی بازی با یه تیر خودش میگه من پادشاه فشینیر. علی زیرو بزنه با امسی زد علی گفت نه. ممد گفت پینگت بده عزیزم. یه فلش زد یکی مرتنه گفتن چه صحنه. خودش گفت فیلم بگیر بذار تو شورت. همه این شورتاش پر از لحظه است. یه جا میگه این تیرم رو مخته مثل گوز زرده. یه جا داد میزنه چرا من فینیشر نمیزنم. ممد تناس تو دل شیپمنت یه گوشه یه کان سکس با یه گلوله. میگه نه فینیشر میخورم نه پشیمونم. بعد صدا میاد فینیشر داد میزنه پای نزن کونم به دیواره. ممد رفت ولی خنده هاش موند نه تفنگ لوله دارانه داشت نه گوز زرد. فقط یه چیز داشت یه دل پر از خلاقیت و ممد ولی خنده هاش موند نه تفنگ لوله دارانه داشت نه گوز زرد. فقط یه چیز داشت یه دل پر از خلاقیت